جنگ بین VPN‌های پولی و VPN‌های رایگان. آقا اصلا بخریم VPN بخریم یا نه از همون رایگان‌ها استفاده کنیم؟ چی به چیه؟ داستان چیه؟ موضوعی که توی یوتیوب فارسی بهش درست حسابی پرداخته نشده متاسفانه. آقا این شما یه VPN رایگان نصب کردی و داری ازش استفاده میکنی. آقا گوشی داغ میکنه، گوشی هنگ میکنه، همش میگی آقا این جریان چیه؟ جریان اینجاست، اطلاعات تو داره به صورت محرمانه‌ای ازش استفاده میشه. توسط کی؟ توسط یک آدم ناقلا، برنامه نویس اون VPN که داره از اطلاعات تو یا به صورت مستقیم خودش سوء استفاده میکنه یا غیر مستقیم میفروشتش به بقیه. الان احتمالاً ترسیدی چون که توی گوشیت پر VPN های رایگانه، ولی نگران نباش. اگر که از VPN هایی که من بهتون معرفی کردم استفاده میکنین، اگر هم VPN تون تیک وریفای پلی استور رو داره، اصلا نگران نباشین. ولی بازم میگم توی نصب VPN های رایگان قطعا باید دقت کنین. ادامه ویدیو خیلی جالبتر میشه، میریم توی گوشی و یه سری تستای جالب رو میگیریم با هم دیگه. بهترین VPN پولی حال حاضر دنیا اکسپرس VPN و بهترین VPN رایگان حال حاضر برای ایرانیا سپید تاپ VPN. بریم تست سرعت سپید تاپ VPN رو اول بگیریم. سی و 6 ثانیه زمان برد که من از صفحه منوی گوشیم بیام داخل VPN و VPN رو روشن کنم براتون که خیلی نرماله چون که تبلیغ پخش میکنن VPN های رایگان. حالا بریم سراغ VPN اکسپرس VPN ببینیم اون چقدر زمان میبره. قاعدتا اکسپرس VPN که یه VPN پولیه باید سریعتر وصل بشه و بعد توی 4 ثانیه VPN ما به سرور آمریکا وصل شد. به همین راحتی که خیلی هم قابل قبوله دیگه. VPN رایگان دیرتر وصل میشن چون که تبلیغ پخش میکنن، ولی VPN های پولی درآمدشون روی پولیه که شما بهشون میدین و دیگه تبلیغی پخش نمیکنن. مورد بعد اینه که VPN های رایگان سرورهای خب قاعدتا کمتری دارن. الان سپید تاپ VPN 2 تا سرور داره کلا که آدم نمیدونه اصلا برای کجاست، باید تستش کنی. اصلا نمیدونیم برای آمریکا باشه، برای فرانسه باشه، آلمان باشه، معلوم نیست. گیمرها میدونن که سرور آلمان خب قاعدتا پینگش بهتره. الان میریم توی اکسپرس VPN. فقط دقت کنین که چقدر سرور داره این VPN. به اندازه تمام کشورهای دنیا این VPN سرور داره. هر کجای دنیا رو شما بخواین بهش وصل بشین، به IP اونجا وصل بشین، خب قاعدتا تأمینتون میکنه برای اون IP. و برای مثال حتی لیختنشتاین، اصلا لیختنشتاین رو کسی شنیده؟ من شنیدم ولی شاید خیلی نشنیده باشن. قاعدتا وصل شیم به لیختنشتاین که در جا وصل میشه به همین راحتی. خیلی هم نرماله چون ما پول دادیم، باید هم به ما خدمات ارائه بشه. و الان وقتشه که یه جنبندی ریز داشته باشیم با هم دیگه که آیا هر کدوم از این VPN ها برای کدوم آدم مناسب تره. اولا که VPN های پولی برای کیا خوبه؟ مورد اول به نظر من برای کسایی که گیمر هستن و بازی‌های آنلاین انجام میدن چون که پینگ خوبی میخوان، مخصوصا توی سرور آلمان. مورد دوم IP ثابت که بعضیا نیازش دارن. مورد سوم سرعت، پایداری و امنیت کامله که باید خیلی روش تاکید کردم. مورد چهارم کسایی که نیاز به IP کشورهای مختلف رو دارن، مثلا بعضیا برای شغلشون نیاز دارن به IP فرانسه، آلمان یا ایتالیا مثلا وصل بشن. VPN های رایگان برای وبگردی ساده، اینستاگرام و تلگرام، چه می‌دونم واتساپ، یوتیوب و همچنین استفاده غیر حرفه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی کسایی که چه می‌دونم میرن برای تفریحی میرن توی گوگل سرچ و چیزی انجام میدن، نه اینکه بری از جمنای یا کلاود و این داستانا استفاده کنی. حتما یه اسکرین شات از این صفحه بگیرین که اگه بعداً خواستین VPN های پولی بخرین بفهمین که برای کدوما خوبه، برای کیا خوبه و براتون قابل استفاده هستش و مورد نیازتون هستش یا خیر. چنل تلگراممونه، حتما جوین بشین توش. و اینکه اگه تا اینجای ویدیو اومدین حتما این ویدیو رو لایک کنین که من واقعا به تک تک لایکاتون نیاز دارم. چنل هیچ درآمدی واقعا برای من نداره و فقط با لایکای شما انرژی میگیرم برای ادامه تولید محتوا و واقعا خوشحال میشم که یک ذره هم تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم. من نه VPN فروشم نه چی، فقط خواستم که یه راهنمایی بهتون کرده باشم برای کسایی که سردرگمن بین اینکه VPN بخرن یا از رایگان‌ها استفاده کنن. دیگه تصمیمش با خودتون. من نه VPN فروشم بازم میگم و نه هیچ چیز دیگه ای. و اینکه دمتون گرم که تا اینجای ویدیو اومدین و مواظب خودتون باشین. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.